قوانین برای آرامش و ساختن یه زندگی امن برای شهروندان به وجود میان، ولی بعضی از این قوانین در گذشته و برای جامعه اون موقع وضع شدن. مثلا در زمان روم باستان قانونی وضع میشه که اگر شخصی با اسلحه مثلا شمشیر یا خنجر وارد مجلس بشه رو باید کشت، یعنی مجازاتش مرگ بوده. به این قضیه تو ویدیو مرگ‌های عجیب پرداختیم، اگه دوست داشتین لینکشو میذارم برین ببینین. خلاصه الان دیگه کسی با شمشیر وارد مجلس سنا نمیشه و یه همچین قانونی بلا استفاده مونده. اما نکته جالبی که قراره تو این ویدیو بهش بپردازیم در واقع قوانین عجیب یا بیفایده ای هستن که مردم به رعایتشون عادت کردن. پس امروز با شما با چند تا از قوانین عجیب یا بی دلیل یا تاریخ مصرف گذشته یا بی استفاده، حالا هر چی میریم ببینیم. انگلیس شاید عجیب ترین قانونای دنیا رو داشته باشه که هر روزم به نحوی شکسته میشن. برای مثال مست شدن توی میخونه تو انگلیس غیر قانونیه. خنده دارم است. حمل تخته چوبی در امتداد پیاده رو هم غیر قانونیه. یعنی اگه مست از میخونه بیای بیرون تخته چوبی دستت بگیری و سمت خونت بری، در واقع 2 بار قانون شکنی کردی. پوشیدن لباس زرهی برای نماینده های پارلمان انگلیس هم غیر قانونیه. البته معلومه این قانون خیلی قدیمیه، ولی هیچکس به خودش زحمت نداده عوضش کنه یا اصلا پاکش کنه. تکوندن قالی یا قالیچه هم تو انگلیس جرمه، مگه اینکه قبل ساعت 8 صبح انجام بشه. خب من از سیاسیون این کشور میخوام که یک هفته قبل عید نوروز یه سر به ایران بزنن ببینن کسی جرأت داره همین قانون رو در مقابل با خون تکونی مادران وضع بکنه یا نه. به خدا که دستی تیو میکنن تو دماغ یارو. خوردن پرنده‌های آبزی عجیب و غریب مثلا پلیکان تو انگلیس غیر قانونیه. البته ملکه از این قانون مستثناست، مثلا میتونه خوب بخوره. یکم از انگلیس دور شیم بریم سمت اونور اسکاتلند. اگه تو کشور اسکاتلند شخصی دم در خونتون بیاد و بخواد از توالتتون استفاده بکنه، طبق قانون باید بهش این اجازه رو بدین و توالت خودتون رو در اختیارش بذارین، وگرنه میان تو همون مستراب پارتون میکنن. حالا که بحث اسکاتلنده، تا حالا فکر کردین زیر این دامن خوش رنگشون چی میپوشن؟ در واقع هیچی نمیپوشن. طبق قانون قدیمی یا افسانه یا فرهنگ شهری خودشون، اگه یه اسکاتلندی پیدا کردین که زیر دامن رنگی رنگی چیزی پوشیده باشه، میتونین به صورت نامحدود روزانه 2 تا آبجو ازش بگیرین. درسته در آخر شاید روزی 2 تا آبجو به صورت نامحدود گزینه جذابی باشه، ولی این قانون هیچ جا هم ثبت نشده و خب همین که بخوای هی دامن ملتو بکشی بالا و دم دستگاهشون رو چک کنی ببینی چیزی پاشون هست یا نه، هم خودش یکم عجیبه و کمی دور از شرافت انسانیه. ولی بعداً باید تحقیق کنم ببینم این قضیه رو میشه روی بانوان اسکاتلندی هم انجام داد یا نه. یعنی نگاه کنیم ببینیم بانوان اسکاتلندی چیزی پوشیدن یا نه، اونجوری اون قضیه شرافت انسانی هم میشه یه جوری کارش کرد. بیخیالشین بریم. تو آلمان یه قانونی هست که میگه شما حق ندارین وسط اتوبان بنزین تموم کنین و حتی شاید باعث باطل شدن گواهینامه‌تون هم بشه. حالا تو همین کشور اگر از چراغای پلیس رو ماشینتون استفاده کنین 30 یورو جریمه میشین. البته باید بگم چون توی اکثر اتوبان‌های آلمان محدودیت سرعت وجود نداره، تموم شدن بنزین شما مساویه با پارک ماشینتون تو اتوبان و همین قضیه خودش به شدت خطرناکه و ممکنه باعث تصادف‌های گنده‌ای بشه. تو سوئیس نباید بعد از ساعت 10 شب به همون برین. البته میتونین یه دوش سریع بگیرین، ولی تو وان نمیتونین برین. خب منطق این قانون هم اینه که بعد از اون ساعت چون همسایه‌ها دارن استراحت میکنن، ممکنه خواب باشن، صدای حموم کردن شما یا پروسه پر شدن وان و اون شلپ شلوپ توش باعث آزارشون بشه و آرامش همسایه‌ها رو به هم بریزه. البته این قانون بیشتر برای آپارتمان نشیناس و همسایه کناریتون میتونه برای حمام بعد ساعت 10 به پلیس زنگ بزنه و ازتون شکایت کنه. حالا همین اتفاق اگه تو ایران بیفته، یارو راست تو چشات نگاه میکنه میگه 4 دیواری اختیاری. تو یونان گشت و گذار با کفش پاشنه بلند تو مناطق باستانی غیر قانونیه که البته منطق این قانون هم که کاملا مشخصه و نیاز به توضیح نداره. حالا تو مملکت ما رو تخت جمشید با اسپری رنگ یادگاری می‌نویسن و همین ملت دم از فرهنگم میزنن. دلم میخواد خون گریه کنم ولی وسط ویدیو نمیشه. تو فرانسه نمیتونین اسم خوکتون رو ناپلون بذارین، غیر قانونیه، جریمتون هم میکنن که واضحه دلیلش. تو ایتالیا نگهداری از یک ماهی قرمز تو تونگ غیر قانونیه و حیوان آزاری به حساب میاد. باید 2-3 تا ماهی تو تونگ داشته باشین. بالاخره ماهی هم گناه داره دیگه، خب تنهایی بمونه گناه داره. آمریکا هم چند تا قانون عجیب و غریب داره که باعث خنده و تفکر ما شده. مثلا تو آریزونا نمیتونین به الاغ خونه‌ایتون اجازه بدین تو وان خونه حموم کنه، یا ریختن نمک رو ریل قطار غیر قانونیه که البته این یکم منطقیه، خب میتونه باعث خارج شدن قطار از ریل بشه، یا مثلا گاوا رو اونجا جمع کنه نمک بخورن، منطقیه. تو
تو ایالت جورجیا باید حواست به مرغ و جوجه‌هات هم باشه. چند وقت پیش یه مرغ بدون اینکه صاحبش کنارش باشه از خیابون رد شد، پلیس هم صاحب رو گرفت بازداشت کرد. تو هاوایی کار تو شرکتی که برادر یا خواهر دوقلوی شما اونجاست غیر قانونیه. شاید چون حس میکنن دو تا آدم شبیه هم یه جا باشن باعث گیج شدن کارکنان میشه، برای همین همچین قانونی وضع کردن. تو آیداهو زندگی تو لونه سگ غیر قانونیه مگر اینکه 4 دست و پا راه برین یا دم داشته باشین. اما میرسیم به قانون ورمونت که بنا به این قانون اگر زنی بخواد دندون مصنوعی بذاره باید از شوهرش اجازه بگیره. به نظرم این قضیه بستگی داره به اینکه طرف دندون بزنه یا نه. یعنی اگه دندون بزنه شوهر میتونه با این لبخند اجازه کاش دندون رو بزنه نده. جالب بود. و آخرین قانون عجیب آمریکا کشتن پاگنده یا همون بیگ فوت یا همون ساسکواچ غیر قانونیه. این افسانه ساسکواچ یا پاگنده برای سالها بین آمریکایی‌ها بوده و هنوزم هست، ولی چون دولت این موجود افسانه‌ای رو کمیاب یا در حال انقراض میدونه شکارش رو غیر قانونی اعلام کرده. البته به اینم ربط داره که ملت ریخته بودن اونجا که طرفو بکشن. حالا یکم بریم سمت کانادا. تو کانادا از درخت بالا رفتن یه عمل غیر قانونی به حساب میاد. منطقشون هم اینه که ممکنه بیافتین زمین به خودتون آسیب بزنین. تو این کشور ادای جادوگرا رو درآوردن هم غیر قانونیه. یعنی مشکلی نداره اگه شما جادوگرین، یعنی اگه جادوگر واقعین، ولی اگه دارین تظاهر به این قضیه میکنین یا اثبات بشه که شما جادوگر نیستین جریمه و شاید هم حبس منتظرتون باشه. البته این قانون بیشتر برای حفاظت مردم از دروغگوها و کسایی که با فال آینده بینی و اینا میخوان سر مردم کلاه بذارن. یکم اونورتر تو هند یه قانون عجیب هست که اجازه میده اگر شما به کسی بدهکار هستین به جاش همسرتون رو به عنوان پیش پرداخت به طرف بدین. هیچ. تو سنگاپور جویدن آدامس و حتی وارد کردنش به کشور غیر قانونیه، چون نمیخوان وقتی دست تو زیر صندلی اتوبوس میبری یه چیز لزج بچسبه به دستت و وقتی نشستن حساب کتاب کردن دیدن ضرر آدامس برای شهرشون بیشتر از فایدهشه. البته آدامسای نیکوتین دار و دارویی و اینا آزاده، ولی خب باید از داروخونه بگیرین دیگه. تو چین راهبان بودایی از تناسخ منع میشن مگر اینکه از دولت مجوز بگیرن. فکر کن مردی منتظری بری توی بدن دیگه، بعد دولتی‌ها اونجا هم جلوتو میگیرن میگن برو دنبال کاغذ بازی. تو چین سفر در زمان یا نشون دادن فیلم‌های مربوط به سفر در زمان ممنوعه، چون میگن کل قضیه ساختگی و شاید باعث تحریف تاریخ بشه. تو ژاپن چاق بودن غیر قانونیه و دولت حداکثر دور کمر رو برای مردان 85 سانتی متر و برای زنان 90 سانتی متر تعیین کرده. تو کامبوج فروش و واردات تفنگ‌های آبپاش تو جشن‌های سال نو غیر قانونیه، چون فرماندار پنومپن تشخیص دادن تو هوای گرم اونجا و اون موقع از سال بازی با تفنگ آبپاش ممکنه خیلی به ملت حال بده و باعث ایجاد هرج و مرج بشه. برای همین غیر قانونی اعلامش کردن. علم الهدی هم دارن اونجا تو کامبوج. تو تایلند پا گذاشتن روی پول این کشور غیر قانونیه و قانون عجیب دیگه تایلند میگه که شما نمیتونین بدون داشتن لباس زیر از خونه بیرون بیاین. پس تایلند رفتین حتما شورت بپوشین. البته میدونم شما تایلند میرین که شورتتون رو درارین، ولی خب بپوشین که جریمه نشین. در ادامه قوانین عجیب تایلند میشه به این یکی هم اشاره کرد که انتقاد از یک هموطن تایلندیتون توی ملأ عام غیر قانونیه. نمیدونم چرا. یکم بریم پایینتر تموم کنیم قضیه رو. تو ساموا فراموش کردن روز تولد همسرتون غیر قانونیه. اگه تو ایران بود که پوست از سر ملت میکندن با این قانون. تو استرالیا هم به هم زدن عروسی غیر قانونیه، یعنی نمیتونی مس کنی بری عروسی زیدتو به هم بزنی. واقعا ملت بی جنبه یعنی این استرالیایی‌ها. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. اگه خوشتون اومد لایک کنین، اگرم نه دیگه دیدین دیگه کاری از دستتون برنمیاد. لایک کنین. سابسکرایب یادتون نره، برای دوستاتون هم بفرستین ویدیو رو. مرسی.